سلام، اومدیم به ولاگ نماز جمعه. امروز روز جمعه است و ولاگ نماز جمعه رو همراه ما باشید و که بهتون توضیح بدم چجوری برگزار میشه و فرایند این به چه صورت هستش. با من همراه باشید. اینجا مسجد امام اعظم ابو حنیفه هستش که یکی از بزرگترین مسجدهایی که در گرگان و در محله غزه محله وجود داره. خب از این قسمت میریم داخل و ترتیب نماز جمعه به این صورت هستش که در واقع 2 اذان داره و الان در حال حاضر مؤذن در حال گفتن اذان دوم هستش که بعد از اذان دوم 2 رکعت فرض خونده میشه و ترتیب این رو هم در ادامه ویدیو به شما خواهم گفت. الحمدلله الذي اعجز وصفه السنة الواصفين. بعد از اینکه اذان دوم رو گفتن، امام جماعت اینجا در حال خطبه گفتن هستش که در زمانی که خطبه خونده میشه صحبت نباید بشه و در واقع اینجور میشه گفت که خطبه دقیقاً جزئی از 2 رکعت فرض جمعه هستش و باید تمام حواس خودمون رو به خطبه که خوانده میشه داشته باشیم. خب بذارین از اول توضیح بدم که قراره چه ترتیبی رو توی نماز جمعه پیش ببریم. ترتیبش به این صورت هستش که اذان اول خونده میشه و مردم توی مسجد جامع کنار همدیگه جمع میشن، 2 رکعت تحیت المسجد خونده میشه و بعد از اون 4 رکعت سنت مؤکده خونده میشه و بعد از اون اذان دوم ادا میشه و مرحله بعد اینه که خطبه نماز جمعه خونده میشه و 2 رکعت فرض جماعت همراه با امام باید ادا بشه. وتقدموا إلى العبادة وتخلفت وبادروا إلى الطاعة عن الحلال فأحرموا عنكم عن الحرام ودخلوا في بلاد الحجازية وفي هذا اليوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعد از خوندن 2 رکعت فرض واجب جمعه 4 رکعت سنت مؤکده، 4 رکعت احتیاط ظهر و 2 رکعت سنت حاضر الوقت خوانده میشه. توجه شما رو جلب می‌کنم به کلام زیبای قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
我这个没讲出来，这个没说。那么我们还可以这个说明不能就这么搞到。那这样子我们就是，因为没有比较没没什么东西，因为你这样搞不好，因为我们这个学到什么？السلام عليكم ورحمة الله